نداره امسال هم قهرمان میشه، اون از یاد. الان جشن قهرمانی تراکتور چون من دعوت شده بودیم رفته بودیم اونجا، خب از 7 صبح اون هوادار اومده بود نشسته بود، 7 بعد از ظهر مراسم می‌خواستن بگیرن. به عشق چی اومده بود؟ به عشق اون جشن، به عشق قهرمانی، به عشق اون بچه‌ای که زحمت کشیده بودن. خدا وکیل الان به یکی بگی آقا از 7 صبح برو یه جا بشین، 7 بعد از ظهر میخواد یه مراسم برگزار شه. ببین ناراحت کننده قصه اینه که میگم تا مادامی که حالا تراکتور مثلا تو اوج باشه، این قصه قهرمانی رو با علیرضا بینامند گره میزنن دیگه. این خیلی بده برای فوتبالمون. خیلی زشته که مثلا یه تیمی به قول شما اونجوری جنگید، اومد خوب بازی کرد، سالم بود، بازیکناش خفن بودن، درجه یک بودن، سر یک اتفاقی که حالا نمیدونیم مقصر بینامند بوده، اون ایجنتی که برداشته بازیکن برده بوده یا باشگاه پرسپولیس بوده، نمیدونیم. بعد این با اسمها بازی بشه، با قهرمانی بازی بشه. اشکال نداره امسال هم قهرمان میشه، اون از یاد میبره. این کوری که برای یه کوری سنگین خوندید در شروع لیگ برتر بچه‌هامون، چون واقعا تراکتور حقش بود تو این سال‌ها یه قهرمانی به دست بیاره.